چالش 10 روز 10 تا مشکل پوستی. روز دوم. پوستت پر از دونه‌های ریز و تیره شده، همون چیزی که بهش میگیم پوست مرغی یا پوست توت فرنگی. اگر جوابت آره است بیا تا بهت بگم چیکار کنی. این مشکل وقتی به وجود میاد که منافذ پوستمون با سلول‌های مرده، چربی یا موهای زیر پوستی بسته میشن. حالا برای درمان این موضوع چیکار کنی؟ قدم اول اینه که شما هر نوع اصلاحی انجام میدین، چه شیپ با تیغ، چه لیزر، چه اپیلاسیون، حتما هفته 1 یا 2 بار پوستتون رو اسکراب کنین تا منافذ پاک بمونن و بسته نشن. در کنار اسکراب کردن شما میتونین از تونرها، شوینده ها، مرطوب کننده ها، کرم های لایه برداری استفاده کنید که به تمیز موندن این منافذ کمک کنن. تونرهایی مثل تونر گلایکولیک اسید، شوینده هایی مثل شوینده های دارای سالیسیلیک اسید یا لایه بردارهای ملایم میتونن باعث بشن که به مرور زمان این منافذ تمیز و کوچیک‌تر بشن. مرحله بعدی مرطوب نگه داشتن پوسته. حتما بعد از حمام از لوسیون بدن یا کرم‌های مرطوب کننده استفاده کنید تا نرمی و لطافت پوست حفظ بشه. با همین روتین ساده بعد از چند هفته پوستت صاف و یک دست میشه. فقط یادت باشه که اگر پوستت حساسه از محصولات بدون پارابن و با ترکیبات طبیعی استفاده کنی. این ویدیو رو سیو کن و برای دوستاتم که این مشکل رو دارن بفرست. شاید مشکل اونام همین باشه.